سلام دوستای عزیزم، با آموزش این کلاه پیچازی در خدمتتونم. این کلاه رو میتونید به صورت درو ببافید و یعنی درو بافته میشه و میتونید از هر دو تا سمتش هم استفاده بکنید. بسیار کلاه خوشگلی. اگر کلاف دارین، نخای اضافی خریدین و نمیدونین چی باهاش ببافین، من این رو بهتون پیشنهاد میدم. نمای بافتتون و کارتون رو خیلی شیک در میکنه. کلاه اسپورت، یعنی هم خانم هم آقا میتونن استفاده کنن. بافتش بسیار راحته. من آموزشش رو تموم کردم ولی هنوز وقت نکردم که اینقدر ذوقش رو داشتم که با شما به اشتراک بذارم. هنوز نخایا و تمیزکاریاش رو انجام ندادم، نخای اضافیشو کات نکردم. اینم قسمت بالای کلاه. حالا شما به سلیقه خودتون میتونید باز مثل قسمت ارتفاع کلاه اینجا هم دو رنگ ببافید و نه اینکه به این ترتیب ترکیب رنگتون باشه. دیگه همش با سلیقه شما عزیزان هست. خب بریم که این کلاه بسیار خوشگل و زیبا رو با هم دیگه شروع کنیم ببافتن. برای قسمت کشبافش دارم از قلاب 3.5 استفاده میکنم، اما برای خود کلاه دارم از شماره 4 دست ژله شوما استفاده میکنم. میتونید مثلا خودش کشبافتون رو هم با این ببافید، ولی خب کشباف رو معمولا با یه نیم شماره کوچیک‌تر میبافم واسه اینکه به مرور استفاده میشه کارتون یعنی اون حالت کشبافیش باز و خراب نشه. خب به ارتفاع اون کشبافی که دارید، چون کشباف رو ما می‌خوایم اندازه دور سر، دور تا دور سر ببافی، به اون سانتی که می‌خواین ببافین، یعنی زنجیره بزنید و کار رو برمیگردونین به سمت پشت و از لوپ پشتی پایه کوتاه ببافین. برای تمام بافت‌ها همیشه اگر با زنجیره با پای کوتاه قرار کارتون رو شروع کنید، از لوپ پشتی شروع کنید به بافت، چون کارتون رو بسیار تمیز و شیک میکنه و اینجوری ایستایی کارتون هم قشنگتر میشه، خروجی کار قشنگ میشه. خب و آخرش دونه هاتون رو تو رفت و برگشت بشمارین که کم و زیاد نشه. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. توی برگشت دیگه کلا بافتمون تا اون اندازه‌ای که قرار دور سرمون باشه کلا بافت به این صورت. با یه زنجیره کار رو برمیگردونیم با اون زنجیره‌ای که الان بافت زدیم و برگشتیم و الان قلاب توشه و ببین نخ توشه، ما باهاش کار ندارم. میرم سراغ بعدی و ببینید اینجا 2 تا گندمی داریم. خب یک گندمی داریم که 2 تا لوپ داره. ما با لوپ پشتی گندمی ها کار داریم. قلاب رو میبرم، نخ میارم و یه پایه کوتاه. دوباره بعدی ببین از زیر گندمی کامل نمیبرم. میبینید؟ خب از زیر گندمی کامل نمیبرم، از لوپ پشتی نخ میکشم و یک پایه کوتاه دوباره و این کار رو به همین ترتیبی که الان میبینید از لوپ پشتی آخرین پایه رو هم میبافم. خدمتتون عرض کردم حتما دونه هاتون رو بشمارین که دونه های آخر معمولا قایم میشن اون پشت، که یادتون نره و حتما بافتش رو بزنید. یه زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، دوباره میرم تو لوپ پشتی. ببین از اولی نمیبافم، میام رو دومی. خب نخ میگیرم، پایه کوتاه، نخ میگیرم، از لوپ پشتی قلاب رو رد میکنم، نخ میگیرم. به همین ترتیب کشبافی که قرار هست ببافیم و دور تا دور سرمون باشه به این صورت میبافیمش. و دوباره کار رو میچرخونم، از لوپ پشتی نخ میگیرم و به همین ترتیبی که الان دارین تو فیلم میبینید این کار رو به این صورت میبافیم. خب دیگه فکر کنم کاملا مشخصه و متوجه شدین که بافت کشباف به چه صورتیه. من فقط لوپ پشتی گندمی رو دارم میگیرم، خب و پایه کوتاه میبافم. اگر دستتون شله و مثل من شل میبافید، حتما قلابتون رو 1 شماره کوچیک‌تر در نظر بگیرید که اون کلاهتون دیگه به مرور که استفاده میکنید قسمت کشبافش خیلی شل نشه. ببینید به این صورت این رو ادامه میدیم تا برسیم به اون سایز دور تا دور سرمون. حالا من سعی میکنم اطلاعات رو براتون توی دیسکریپشن بنویسم که شما راحت تر بدونید که سایز کلاهتون به چه صورتیه و باید چقدر دور سر براش یعنی کشبافتون رو چجوری ببافید. خب ببینید عزیزان، ما کشباف رو اندازه دور سر مد نظرمون که بافتیم تموم شد. 2 تا لبه کشباف رو روی همدیگه قرار میدیم و دقیقاً از زیر گندمی قلاب رو رد میکنم، اولی رو بست میزنم، مجدد همینجا از همون پایه اول این سمتم پایه اول
یه پای کوتاه میبافم. میتونید هم پای کوتاه ببافین هم بست بزنید. بعد میرم زیر گندمی هر دو تا لبه، یه نخ میکشم و یک پای کوتاه. خب دوباره زیر هر دو تا گندمی ها و یک پای کوتاه. اتصالتون به این صورته. اتصال که تموم شد دونه آخر هر دو تا گندمی رو کامل بگیرید. خب کار به این صورت شد. یه زنجیره میزنم و همینجا ببینید دقیقاً این نخ کناری رو هم نگه میدارم، یه پای کوتاه میبافم، یه زنجیره. خب فضای بعدی رو رها میکنم. ببین روی این برجستگی ها میخوایم پای کوتاه بزنیم، این قسمت ها نمیزنیم، به جاش یه دونه زنجیره میزنیم. دوباره میرم توی فضای بعدی، یه پای کوتاه، یه زنجیره. این قسمت رها میشه. تو بعدی میتونید هم از این فضایی که کنارش هست قلابتون رو رد کنید، هم میتونید دقیقاً برید زیر گندمیش. خب حالا ببینید کدومش براتون راحت تره. این قشنگ اینجا یه فضا هست، یعنی هم از این فضا میتونید رد کنید، هم از وسط این گندمی. خب یه پای کوتاه، یه زنجیره. دوباره یه پای کوتاه، یه زنجیره. دوباره یه پای کوتاه، یه زنجیره. به همین ترتیب. پس یکی از اینا رو گفتیم نمیبافیم و دقیقاً هم داریم روی برجستگی های این کش بافمون میبافیم. و در ضمن من قلابم هم عوض کردم. بافتتونم تا جایی که امکانش هست دستتون رو شل بگیرید. یه زنجیره، یه پای کوتاه، یه زنجیره. به همین ترتیب دور تا دور میبافیم. خب من زنجیره هام ببخشید پای کوتاه ها و زنجیره هامو زدم، رسیدم به شروع کار. دوستان یه نکته، تعداد پایه هایی که اینجا بافتین و زنجیره هایی که بین اینا فاصله هست باید دقیقاً هم اندازه با تعداد رج هایی که بافتین باشه. این رو حواستون باشه. بعد از اینکه بافتین این رو یه چک کنید که اندازه ها یکی باشه. اینجا میتونید نخ عوض کنید، رنگ نختون رو با یه نخ دیگه ببافین که من دقیقاً تو این رج روی این کلاه این کارو کردم. خب یه پای کوتاه، یه زنجیره، یه پای کوتاهمو بافتم، بعد رج بعدیش رو با رنگ دومم بافتم. حالا اینجا میخوام دیگه تیره نباشه، گفتم شماها اینو ببینید، میتونید هم فقط الان این کار انجام بدید، از رج بعدی رنگتون رو تغییر بدین، یا اینکه بدون، یعنی فقط میخواستم که شما ببینید که به چه صورت و چه شکلی میشه. خب اینجا ببینید روی پایه بلند، روی این پایه کوتاهی که بافتم یه زنجیره میزنم نخ دور قلاب و روی همین یک پایه بلند میبافم. خب میام تو این فضای زنجیره‌ای، تو این فضای زنجیره‌ای دقیقاً از زیر از اون فضای قلاب رو رد میکنم، یه پایه کوتاه، نخ دور قلاب، میام روی پایه کوتاه، یه پایه بلند، تو فضای زنجیره‌ای یه پایه کوتاه، روی پایه کوتاه رج قبل یه پایه بلند، روی زنجیره یک پایه کوتاه و دوباره ببخشید روی پایه کوتاه پایه بلنده، روی فضای زنجیره‌ای پای کوتاه، روی پای کوتاه رج قبل یه پای بلند، یعنی یکی در میون پای بلند پای کوتاه هم رو میبافیم، یه پای بلند، یه پای کوتاه، دوباره روی پای کوتاه پای بلند، تو فضا یه کوتاه، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه بلند. به همین ترتیب کار رو میبافیم. میبینید یه کوتاه، یه بلند، به همین ترتیب میبافیم تا انتهای رج. پس یه کوتاه، یه بلند، همینجوری میبافیم تا برسیم به قسمت شروع. خب ببینید رسیدم به انتهای رج و میخوام الان اینجا بستم رو بزنم، ولی من بست رو میخوام با نخ قهوه‌ای بزنم. خب برای این کار رو برمیگردونم. الان سمت داخل به سمت منه، ببینید سمت داخل کلاه به سمت منه. نخ سفیدم رو اینور میذارم. ببینید اینجا دقیقاً پایه، از اینور بهتون بگم، این گندمی پایه بلنده دیگه. قلابو میبرم و این رو میگیرم و این حلقه رو هم میگیرم، کمی میکشم. اول یه دونه گره روی قلابم میزنم. خب بعد حالا این حلقه رو از توی این دوتا حلقه روی قلاب ردش میکنم. خب من شروع کارم یه زنجیره میزنم، شروع کارم با پایه بلند شروع کردم دیگه. پس اینجا ببینید اینجا همین جایی که الان یه زنجیره زدم و اتصالم بود، یه پایه کوتاه میبافم. فضای بعدی پایه کوتاه بود، روی پایه کوتاه پایه بلند میبافم، رو پایه بلند یک کوتاه میبافم.
روی کوتاه یک پایه بلند میبافم. دقیقاً عکس اون چیزی که رج قبل بافتیم. رو پایه بلندا پایه کوتاه، رو پایه کوتاها پایه بلند. دوباره رو پایه بلند یه پایه کوتاه و روی پایه کوتاه پایه بلند. به همین ترتیب یه کوتاه یه بلند همینجور میبافیم تا برسیم به شروع رج. و توی شروع رج من به شما بگم که کار به چه صورته. و دقیقاً کار ما با تکرار همین دوتا رج. ببین از رو این شکلی میشه و از پشت کار این شکلی میشه. از رو دقیقاً این شکلیه و این هم از پشت کاره. میبینید هر دوتا سمتش فوق العاده خوشگل و قابل استفاده است. این دیگه به سلیقه است. حالا میخواد دو رو استفاده کنید، یه بار این سمتش و یک بار سمت مخالفش رو. خب من این رج رو میبافم. خب ببینید یه رج رو بافتم، الان میخوام با رنگ روشن ببافم. کار رو برمیگردونم. خب بعد دقیقاً از زیر گندمی پای کوتاهی که تو شروع بافته بودم قلاب رو رد میکنم. این حلقه رو هم از داخلش رد میکنم. نخ رو میگیرم. قبل از اینکه این کار کنم نخ قهوه‌ایمو میدم سمت داخل. خب بعد نخ رنگ روشنم رو میارم بالا و یک بستم رو ببینید میارم این سمت و بست رو میزنم. نخ مشکی این قهوه‌ایم رو میکشم که کار محکم بشه. خب یه زنجیر. الان این پایه بلند دیگه. خب پس قبلیش پایه کوتاه، یعنی اینجا که الان من زدم پایه کوتاه. اینجا که پایه کوتاه و من یه زنجیر زدم، خب یک پایه بلند میبافم. یه پایه بلند میبافم. خب پایه بعدیم پایه بلنده، روش یه پایه کوتاه میبافم. خلاف اون چیزی که رج قبل بود. الان یک پایه کوتاهه، مثلا روش یه پایه بلند میبافم. بعدی پایه بلنده و من روش یه پایه کوتاه میبافم. و این به همین ترتیب دور تا دور ادامه میدیم. ببینید پس چی شد؟ روی پایه کوتاه یه پایه بلند، روی پایه بلند یک پایه کوتاه، رو پایه کوتاه یه پایه بلند و روی پایه بلند یک پایه کوتاه. عزیزان کل پترن بافت این کلاهمون تکرار همین دو رج. در واقع بگیم تکرار یه رج، فقط اینکه توی هر رج جای پایه بلند و پایه کوتاهامون عوض میشه. الان من رسیدم به پایه بلند، پس باید یه دونه کوتاه ببافم، بعدیش که کوتاهه روش یه پایه بلند ببافم و به این ترتیب کم کم ببینید داره این پترن من شکل میگیره. خب به همین ترتیب ببافیم تا به اون بلندی کارمون برسیم. به اون بلندی که رسیدیم من تو ادامه میگم خدمتتون که ببینید تعداد رجایی هم که من بافتم برای سره بزرگسال از اینجا که طرحم رو انداختم 1 2 3 4 یا رنگش رو بگم 1 2 3 4 5 رج 1 2 3 4 از هر رنگم 5 رج بافتم. حالا این باز بستگی به شما داره که دارید برای سایز بزرگ میبافید یا سایز کوچیک میبافید. ببافیم به اون قدتون که رسید بگم که انتهای کار و بالای کار رو به چه صورتی جمع بکنیم. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید و مرسی برای نگاه‌های مهربونتون. خب ببینید دوستان کلاهی که بافتین و به قد مورد نظرتون رسید الان میگم برای من اینجا حدود 15 سانت شده. خب حالا شما با توجه به اینکه برای کودک میبافید یا برای بزرگسال میبافید این قد کلاهتون متغیره. قد کلاهی که من میخوام ببافم حدود 20-21 سانت برای بزرگسال. اما دیگه میخوام کلاه رو جمع کنم و برای این کار اون 5-6 سانت آخر رو دیگه مدل نمیبافم و میرم به سمت جمع کردن بالای کلاه. یعنی دیگه من از اینجا میخوام بالای کلاه هم رو جمع کنم و به صورت گنبدی. خب برای این کار دیگه نمیخوام با رنگ روشن ببافم، پس رنگ روشنم رو کات میکنم و میخوام بالای کلاه هم دیگه با رنگ قهوه‌ایش باشه. حالا ببینید این هم بگم بهتون بافتش اینقدر خوشگله که درو میتونید استفاده کنید، هم از این سمتش هم از سمت دیگه کلاه. ببینید هر دو تا سمتش مدلش فوق العاده خوشگله. رنگ قهوه‌ای استفاده میکنم. این نخم رو هم میکشم، بعد دوباره گره میزنم و پشت کار لابلای بافتم میبرم که دیگه مشخص نشه. برای شروع یه زنجیره و توی همین فضا یک پایه بلند نیمه میبافم و پایه بعدی هم یک پایه بلند نیمه و این ستا رو با هم یکی میکنم. خب مجدد میرم رو پایه بعدی، یه پایه بلند نیمه نخ دور قلاب
رو پایه بعدی هم یک پایه بلند نیمه و این 3 تا حلقه رو با هم یکی میکنم. یه پایه بلند نیمه، میرم رو پایه بعد یک پایه بلند نیمه. توی این رج تمام پایه ها چه کوتاه چه بلند رج قبلی روی هر کدومشون یک پایه بلند نیمه میبافم و 2 تا پایه ها رو با هم دیگه یکی میکنم. یک پایه بلند نیمه، میرم فضای بعد یک پایه بلند نیمه معذرت میخوام و این 3 تا حلقه با هم یکی میشه و دوباره همین کار رو تکرار میکنم. پس روی هر 2 تا پایه ها یه پایه بلند میبافم، یه نیمه، رو پایه بعدی یه پایه بلند نیمه، بعد این 3 تا حلقه یکی میشه. همینجور میبافم تا برسم به شروع رج. و همین ترتیب افت ادامه بدیم. خب ببین من این رج رو بافتم و الان هم اگه شما دقت کنید این قسمت میبینید به صورت هلال شد. برای رج بعد بستم رو که زدم روی ادغامی اول، الان یه زنجیره میزنم و روی همون ادغامیه یک پایه بلند میبافم. خب رو پایه بعدیش هم یک پایه بلند میبافم و روی 2 تا پایه بعدی یک دو پایه ادغامی میبافم. دوباره یه تک، دومین پایه بلند تک، پایه سوم نیمه، پایه چهارم نیمه و بعدش یکی میشه. دوباره یه پایه تک، یک پایه بلند تک، بعدی هم یک پایه بلند تک، پایه بعدی یه پایه بلند نیمه، بعدی یک پایه بلند نیمه. الان این 3 تا حلقه که روی قلابم هست رو یکی میکنم. بعد یه پایه بلند تک، الان نوبت 2 تا پایه بلند تک دیگه. یکی بافتم، این دومی، این پایه بلند نیمه، پایه بعدی هم نیمه بافته میشه و این 3 تا حلقه یکی میشه. این رج رو به همین ترتیب میبافیم. البته میتونید تا انتهای کار که کارتون جمع میشه همین باف رو تکرار بکنید. اگر دیدید نه ارتفاع داره میگیره و کارتون جمع نمیشه، به جای یه 2 تا پایه تک و یه پایه ادغامی که میبافتین یه تک ببافین و بعدیش رو ادغامی کنید. بذارید من ببافم بعدیش رو خدمتتون بگم. ببینید کلاه قشنگ در این قسمت بالاش جمع میشه. خب من یه رج دیگه هم به همین صورتی که رج قبل رو بافتم یکی دیگه هم میبافم. یه زنجیره همین جا تو همین فضا یک پایه بلند تک میبافم. بعدیش یه پایه بلند تک دیگه، بعدی یه پایه بلند نیمه، بغل دستیش هم یک پایه بلند نیمه و این 3 تا حلقه یکی میشه. خب بعد دوباره میریم فضای بعدی. یه پایه بلند تک، 2 تا پایه بلند تک، بعدی یه پایه بلند، قلابم گیر کرد. خب بعدی یک پایه بلند نیمه، بعدیش هم یک پایه بلند نیمه و این 3 تا یکی میشه. دوباره یه پایه بلند تک، یک پایه بلند تک دیگه و 2 تا پایه بعدی ادغامی بافته میشه. حالا گفتم که میتونید 2-3 رج این کار رو تکرار کنید تا بالای کلاهتون کاملا جمع بشه. خب ببینید وقتی قسمت بالا رو بافتیم تموم شد، من نخ کلاه رو برعکس میکنم و میام سمت داخل کلاه. خب و به کمک نخ و سوزن و اینجوری یکی در میون از لابلای بافتایی که زدم نخم رو رد میکنم، یه دونه از رو یه دونه از زیر، حکم همون کوک زدنهای خودمونه و در انتها نخ رو میکشم و قسمت بالای کلاه جمع میشه. بعد واسه اینکه کار محکم تر بشه اگر که پمپم میخواید بزنید که همینجا پمپمتون رو وصل کنید، اونم کوک بزنید که اونجوری کار کاملا جمع بشه. ببینید میکشم و کار به این صورت جمع میشه. این قسمت پشتم ببینید دیگه هیچ فضایی نموند، کاملا این قسمت جمع شد. به همین ترتیب ممنونم که تا اینجای آموزش همراه هم بودین. مرسی که نگاه میکنید، مرسی که حمایت میکنید. اگر هر جایی از بافت سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. در اولی فرصت پاسخگوی شما عزیزان هستم. پیج اینستاگرامی بنده رو هم دنبال کنید. آدرسش رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم. اطلاعات نخ و اینکه چه چیزهایی لازم داریم رو همه رو هم من توی دیسکریپشن یا همون کپشن کانالمون براتون نوشتم. مرسی، ممنون نگاهتون.